پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم گفتن 3 گروه آدما گفتن روی من نمیبینن. 3 گروه آدما. یک تاش گفتن آقی والدین، کسی که گفتن از پدر و مادرش آق میشود، پدر و مادرش ناراضی میکنه، وای گفتن از دیدار من محرومه. ولی عزیزان من امروز الحمدلله خلاقت همان پدر مادر داریم. البته ما چندین موضوع هم نگفتگیم خلاقت بازم بگیم تاکیدم بر تاکیدم که پدر مادر تا خودت حرمت کن. اگر شما خود حرمت کنه به گناه حرمت میکنه، شما خود تو که حرمت نکنه به گناه قدر نداره. که پدر شما، مادر شما انشاءالله خدا خواهد و تو فیل همون انسان ها ما به دنیا آمده یا نمی. اینم بچه ها هوشیار شیم پخته از گوشت گیر که روز قیامت الله سبحانه و تعالی محکمه سودی شنده بعد از طاعت و عبادت از حق پدر و مادر بپرسن. اگر پدر و مادر تا راضی کراشی جنت میدونی الا دوزخ میدهی. 100 بار حج کن، شب و روز نماز خون، هر روز خیر احسان کن، دپنه. چون که 4 چیز با 4 چیز الله سبحانه و تعالی مقید کرده. رازگی خوش در رازگی پیغمبر. کسی که فرضا نمازا خونه سنتای محمد نخون نمازت قبول نیست. خداوند نماز با زکات وابسته کرده. کسی که نماز میخونه و پول مالش با زکات میرسه، زکات نتی قبول نیست نمازت. رازگی خودشه خداوند رازگی در پدر و مادر مقید کرده. رضا الله فی رضای والدین، رازگی خدا در رازگی پدر و مادره. و غضب الله فی غضب الوالدین، غضب خدا در غضب پدر و مادره. اگر خداوند پدر و مادر غضب کنه الله هم غضبت میکنه. همین هوشیار شو خداوند پخته از گوشت که این جوانی پولداری تو کلوتایت خداوند پیش چشمت نگیره. این همش ایسر میمونه خداوند انشاءالله. دعای وگی و خدمت کن چون که وای تا خداوند حیات خدمت داره. تا امروز انشاءالله خداوند بچم میگه نمی. تا امروز خداوند انشاءالله. امروز در ما اگر 50 نماز اومدم هر روز مادرم بچم میگه بچونه. یا شما گفتیم که 70 ندورمده اگر مادری 90 ساله داشته شی بچم میگن. ما کی گفتیم ما کی گفتیم بود. ما زن گفتیم انشاءالله. زن بس پدر خداوند نگاه مادر نگاه نداری. زیتی از زن نمیتاسی. یک شوارده خونه دا خو کنید اور میکنی. ای بغل زن یک شوجی داشته نه اوریاد میکنی. این شورا خداوند یک شو خوره 2 روز بعد میگذره بعد شیمون میشه. این زن یافت میشه. این دنیا یافت میشه، بچه یافت میشه، مال یافت میشه. یکی مادر یافت نمیشه. یک پادشاه پدرش بچهش میمونه گریه نمیکنه. اینه اصلا دخترش میمونه گریه نمیکنه. زنش میمونه گریه نمیکنه. وقتی که برادرش میمونه گریه میکنه. میگم پادشاه عالم آخی زن مرد نگیریستی، بچه مرد نگیریستی، اکار مرد گیریستی، یکم از کجا میابم گفت. زن یافتن ممکن، فرزند یافتن ممکن، یکی اکا و دختر از کجا میابم. پدر بعد از کجا میابی؟ برگشتن نمی آید دوباره. صدها زنی سری خود به سنگ خاره و صدا در سنگک زد. خدا خواهد انشاءالله نمی آیم. دیم بار زنده نمیشه که خدا خواهد من میرم خاکی خونه که تماشا میکنی. خدا خواهد در به الله میگوی گشته میوی برکه میکنی به پدر خیلی بیزه بس. امروز خواهد که کریم با زنده است بچهش به خاطر جمع چه میدواد کارش میکند نباشه چی خدا خواهد جای به هیچ کس نمیگیرد. آره نشو جای مادر تا هیچ کس نمیگیرد. مردم ها میگن امک به جای پدر نه فندم نکنه جای پدر دیگره. مردم ها میگه خاله به جای مادر نه فندم نکنه جای مادر دیگره. مادر نمیشه من گرچه داری مادرم بازی کنه یک شو خدا خواهد سری گهبارت نشسته یک شو شیر نداده یک بارک کنی گوالت نشفته کجا میشه شرعاً حکم شام امروز غنیمت دون. این مادر که حرمت کن، این پدر که در قدرش ندست خدا خواهد حرمت کن انشاءالله حرمت میبینی. بگه خدا خواهد پیامتن کما تدین و تدان که معامله کنی همون معامله که میگیره یاد نبرم. چون چی کردی با پدر اون را بینی از پسر. خدا خواهد در بچیکات بگه میبینی. خدا خواهد دستوش کلاسی پاچه کوچ میکنه نونش نداشتش لغزه نکن میکنه. خدا خواهد انشاءالله دلم شار شد یا بچه پدرش زد. من عصبی شدم با این مجانش زنده بودن گفتم با گفتم
همین بریم خونه همون بدبخت پدرش زد. آخی امروز شنیده ماگم بچه‌م گفت عصبی نشو، اینم پدرش زد. داد یک وقتای ما میدونیم پدرش در تام و خواب رفت. این حال کم اجزاش بینید در ما بین 20 سال و 30 سال امروز بچه‌اش میگه نگار ما یه حادثه. این حق است. ناراضی کننده پدر و مادر خدا در همین دنیا نشان بداده است، در آخرت در همین دنیا. میگه که مستفیدا در حیاتی نکردی شادم، بعد از مردن چی لازم داد و فریادم. این بچه گرفته برده در رسی خدا خواهد انشاءالله زنگ بازی کنه پول گفته بیچاره پدر شبها خدا خواهد تا سر خانه بلن نالش کنه ببینه یک شب سری گربهش نمیاد بالینش مگر بعد مردنش خدا خواهد بعد مادر با ما دستی گریبان نشم من نوبت بکشم من خدایی بکنم گور در سرم خدایی تکر حیاتی نکردی شد چی در کار بدی بایی فایدهش نیست خدا خواهد. همه در زندگی خدا خواهد خواهد یه دیگر رو بدانیم. بچه هایی که صدای من میشنیم بیا کن خدا خواهد انشاءالله پدرک تا خدمت چکن. بار میکنه یک انسان جوان میدان من مادرش بر یک هفته مرد خاطر یک پول گفته زده برفت. این چه فرزندی است عزیزانی من. بار کنه چه فرزندی است که مادرت مرده ساده این پتوی میدهش پول گفته پدرت بیچاره خدا خواهد خدمت محتاجه میپر. این فرزندی نیست. عاقبت تو آق هستی. عاقبت همین است و گفتن شرط نیست. اگر دلش که رنجید آق شدی آق شدی خدا خواهد. آقی والدین جنت برای حرامه. جنت نمیدونه دیگه آره نشد. جنت با 500 سالی نه راه بوش میزده است. کسانی که آق میشوند بوی جنت نمیدین. الله نگه داره. الله سبحانه و تعالی و تو فعل این چیزا خدا خواهد. یا زنها را با مردم مقید کنه که عزیزانی من اگر زن شما 1000 لینزه شود 1000 نماز نه عبادت کنه شما ناراضی باشه بیکاره نه. چون دویم قبلگاهی و یا شما هستی. اگر خدا سبحانه و تعالی آدم از سجده کردن میفرمید من زنها را میفرمودم که شوهراش سجده کنن. یکی من با سجده لبنی آدم فقط کفرم. یکی که خدا خواهد فرزند آدم را سجده میکنه و کافر میشود. ولی میگفتن بزرگی شوهر تا چی اندازه زنها آگاه باشند. خدا خواهد قبله دویم شو همون شوهر است. اگر وی راضی شود جنت میدن الا دوزخ میروند حواله نشود. ببین ما و شما خدا خواهد دویم گروهی که گفت از دیدار من محروم است وی گفت سنتای من ترک نه. من اسلام و سنتاش خدا خواهد همیشه زنده کردن حرکت که ما شما مسلمانیم الحمدلله. چی در خودن چی در آشامیدن چی در راه رفتن چی در گفتار همش باید که طبق سنتای رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه خدا خواهد. ما تشبیه به کافران نکنیم خدا خواهد انشاءالله. آوردی هم بعضی مسئله از شهرهای روز در بالای دستاخون کارچه باشه دعا را میبره. این از کجا یافتی نکردم حدیث نیافتیشته. خلافه را به دست نگی جنگ میکنی خانان خلافه تقه بلا و بحتر از کجا گرفتی؟ هم یهودا آوردی که سنت کرده گرفتی روسیه به اوید خدا خواهد. عرق دعا را میبره خدا خواهد. عرق در بالای دستاخون باشه میلیون تا دعا کن تاب میبرش. انا من تو نمیگم این کارچه خیلی مردگی به توی کارچه براونده که آنی بزرگا که زکات آسون که برای پیرکی ها بیدندونیش دعامش کارچه دعا را میبریده میشه. استغفر الله کیا دیده که کارچه تب خیزه دعا بریده این خیلی اپنده کارچه نکرد خدا خواهد. با الله تکیه کرد عرق نخی خدا خواهد. نخونی دعا کنی نمیتاون نمیشه. نماز خدا خواهد برای دعا دیجا باشیدن نماز کلیتی دعا ها انشاءالله خدا خواهد. سیوم گفتن سیکی گفتن انشاءالله خدا خواهد یعنی از دیدار من محروم میشوند نام من شنوام من در صلوات نگفتم. صلوات گفتن واجب است عزیزانی من. ببینید الله سبحانه و قرآن نمیگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اون میگه خدا خودش ببین پیغمبر را صلوات میفرستن خودش. ان الله و ملائکته و فرشتگانی و میگه ای آنانی که ایمان آوردن دعوا میکنه که خدا ربی منه محمد پیغمبری منه وقتا که میگه شما هم چیکار کنید محمد نه صلوات گویید. من دو حکایه برای شما میارم خدا خواهد دعا میکنه. حسن بصری رحمت الله علیه در دوره های زندگیش یک ضعیفه پیش حضرت حسن بصری شکایت اومد گفتن حسن جان همین شب دختر من از دنیا گذشتگی بود در خواب دیدمش در دوزخ در گردناش زنجیرها و طبقها شک زدگی عذاب کشیده است. یک دعا کن
بعدی آنچه وقت گذشت میگه حسن بصری همون دختره در خواب دیدن، همون دختره در خواب دیدن که در جنت بالای تختای جنت سیر دارد. گفتن حسن منم میشناسی؟ گفتن نه من تو رو نمیشناسم. گفتن من شناس کن، من همون دختری هستم که مادرم از بالای من شکایت کرده بود که دخترم در عذاب ای در دوزخ، دعا کن. حواستی می تو گفتن تو با کدام درجه الله سبحانه و تعالی ای دوزخ خلاص کرد جنت در آورد. گفتن یک روز همین یک آدم صالح، گفتن یک خداجو قبرستان اومدون، در قبرستان صلوات خونده، همون صلوات شد ثوابش بر ما بخشید. گفتن در همون قبرستان 550 نفر بودن، گفتن همه در عذاب گرفته بود، به توفیل صلوات محمدی صلی الله علیه وسلم خدا ما را خلاص کرد. انا صلوات خدا خود قبرستان رو بین، البته خدا خود توسلی گویی پدر رفتن خدا خود صلوات گفته بودن اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، و به زبان خود گو رحمت خدا بر تو باد ای محمد، رحمت خدا بر تو باد. حتی تکبیر گوین نگرم، تکبیرم عذاب قبر خاموش میکنه تا شما برمده برفتن. یعنی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد اگر گفته بریم خدا همونجگی بزرگی قبر عذابش خلاص میکنه. ما هم روز میشه محتاج یک دعا میشیم، ما هم انشاءالله خدا خدم قبرستان میریم، ما هم روز میشه آرزو میکنیم که یک ترک تاجیکه از همینجا گذره و یک بار صلوات کن، یک بار سوره اخلاص خونه و با ما بخشم، ما هم روز میشه محتاج میشیم. دیگه خدا خواهد صلوات فضیلتش در دوران پیغمبر صلی الله علیه و زنده بودن، یک یهودی یک شتر مسلمان میگیرد، ببین دشمنی خدا خواهد اسلام یهودی چکار میکند، یک شتر مسلمان میگیرد، با دو گواه میگیرد دروغ میآید نزد پیغمبر میگه همین مسلمان شتری من دزدیده است، من دو تا گواه دارم. حضرت پیغمبر میگه نباشم دستی مسلمان برید، حکم میکنه چون که حکم شرعی همان در برابر است. خدا خواهد انشاءالله حکم قرار است. بعد میگه خوب گفتن قبول میکنه، گفتن پیغمبر یا گفتن محمد، همه گفتن شتر یک بار پرسین، گفتن پرسین خود چه پرسین، چون که رسول الله خدا خواهد معجزه داشت. شتر گفتن ای شتر تو مالکی هستی، مال یهودی مال مسلمان. شتر میگه به زبان فصیح که ای محمد صلی الله علیه و سلم من ای آل مسلمان هستم، این در تهمت کرده دروغ کرد. که پیامبر گفتن که ای گفتن مسلمان تو با کدام درجه ایکسه یافتی؟ گفتن یا محمد من هر شب در وقتی خواب ریم با شما صلوات میگم، صلوات ببینین یاردم شه انشاءالله خدا خواهد. صلوات تا چه اندازه خدا خواهد انشاءالله 10 مراتبه یک شب نبگو خدا خواهد انشاءالله 10 مراتبه. شب معراج رسول الله میگه من برمدم آسمان، جبرئیل امین نزد من اومد، گفتم ای محمد کسی که امتی تو 10 مراتبه اگر صلوات گوید من از پل صراط خدا خواهد میگذرم. میکائیل اومد میگه پیش من، ای محمد صلی الله علیه و سلم کسی که از امتی تو 10 مراتبه اگر تو صلوات گوید سر ما در سجده میمونم تا خدا مغفرتش نکنه، سر ما سجده نمیبردارم. دعا میکنم الله نکی گناه همه مغفرت که این برای حبیب محمد چی گفت رحمت خواست، دعا کرد. گفت میگه حضرت اسرافیل اومد گفت ای گفت محمد کسی که گفت امتی تو 10 مراتبه اگر تو صلوات گوید روز قیامت از حوض کوثر من سیرابش میکنم. کسی که حوض کوثر خدا خواهد برای محمد دادگی سوره کوثر گفته که حوض کوثره وای خدا خواهد اگر آبش انسان خورد تشنگی قیامت نمیدید است. الحمدلله. حضرت عزرائیل چی گفتن؟ ای محمد گفتن کسی که امتهای تو 10 مراتبه صلوات گوید جانش هم جان پیغمبرا میگیره. صلوات تا چی اندازه خدا خواهد انشاءالله بر سرت مصیبت می آید صلوات انشاءالله خدا خواهد صلوات خدا خواهد نجات می آورد. در تلفن ها هست این چیز خدا خواهد یک آدم قرضدار می شود بسیار با قرض بوتیده می رود و دیگه جلاش نمی آورد پول نمی آورد که قرضی خلاص کند و آدم اینه تنگ دارد بعض زنش میگه زنک جنبی هم شب یک خواب نرمو همین محمد یک صلوات گرفت شاید یادم میکنم بعدش میشینم تا دم صبح صلوات بگم این نزد خدا خواهد صبح میگه خواب غلبش میکند در خوابش میگه که پیغمبری محمد میگه ای بنده امتم چقدر در استراب هستی
میگن همین خیلی اصلا قضا شد در قضا اوچیده برفتم. میگه فلان پاشا هر نزدش میروی از نام من یک امانت است، همون امانت میگویش خدا خواهد قرضت خلاص میده. از این بعد پاشا میران میگه سلام میتر، میگه یک امانت گپ دارم. همین محمد با تو سلام گفت، میگه تی بس میگه یک خلطه تیلاش میتید. با میگه که همین محمد با تو سلام گفت، میگه بس میگه سه خلطه تیلاش میتید. میگه محمد گفت که میگه تو هر شب چند مراتبه صلوات میگفتی، همین صلوات عیاد برآورده، همین وظیفه تکرار بگو محمد. داد میگه پاشا این سری من آشکارش ببینید صلوات تا چه اندازه بزرگی ها دارد. خدا خواهد وقتم شده است که اینم خونو کسی انشاءالله میگیم که خدا خواهد الله سبحانه و تعالی این صحبت هایی که کردیم شاید خدا خواهد غذا گیریم، شاید انشاءالله حیاتون دیگرگون کنیم. چند موضوع خدا خواهد در قطار صحبت کردیم. الحمدلله الله مهربان همیشه توی این برادر خدا خواهد چیکار کند، مبارک کند. خدا خواهد هزارها ثواب گیریم این برادر. اینکه چندین برادرها خدا خواهد انشاءالله غذا میگیرد، انشاءالله خدا خواهد حیاتش دیگرگون میکند، رفتار و گفتارش دیگرگون میکند. آخرین سخنی که میگیم عزیزان من اگر نماز خونید، امروز امکانیت هست الحمدلله. امروز جناب عالی امکانیت داد است، هم به خدا خواهد رو این شهرها رو بینید، همه رو به خدا و پیغمبرات قشلاق امام انشاءالله خدا خواهد اگر نماز ساعت عبادت کنیم خدا خواهد الله سبحانه و تعالی باز از اینم بایتر، باز از اینم دولت من خدا خواهد زیاده میگردوند. الله سبحانه و تعالی قرآن رو وعده میکنند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم البلدة الطیب یخرج النبات باذنه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. خدا میگه که کدام شهر و دهاتی که خوب میشوند، عرخری و زناگری، قیماربازی و دزدی و فالبینی و تهمت و پرسنت و همه سکون میکنن، من تمام ناز و نعمت از آسمونم از زمینم پیدا میکنم. میگه الله سبحانه و تعالی خدا خواهد اگر ما خوب شیم از سنت دیشال آزاده ببراید. الله مهربان است. این ملک خدا است. الملک لله. این ملک هیچ کس نیست. ولی پاشا دارن این ملک من، این ملک همش مونده میداد. این ملک خدا خواهد صاحبش الله، خدا خواهد کنابکت در دستی الله. اگر خرو غضب کند خواهد کنابکت ذکر کند کوچپا میشود، اگر کنابکت ذکر کند زمین رو گردون میشود، کی دست میآید. ولی خدا خواهد هر چیزی رو میگه حدی اعلی است، از حد گذرد رسوا شود، رسوا نشود. خدا خواهد اینجا هر نگذر. خدا خواهد همه چیز خطی کشیدگی داره. از خطی کشیدگی حکومت هم اینم خطی کشیدگی داره. از خطی کشیدگیش بیرون برو جزا بتی. البته اسلام هم همین است. خدا خواهد خطای کشیدگی دارد، از خطی کشیدگی بیرون نبرو انشاءالله. خدا خواهد راهی زلالت و راهی بدن نگی. کدام میگه شهر و دهاتی که این گناهگارا میشد فقط در اینجا خار میریه. از 4 سال پشت فقط خار روید، 4 سال پیش بود باید مکاک شد. الله در غضبش نگیرد. کی دست میآید؟ من آب برآورده نمیتونیم. خدا نگه داره. دعا کنیم فقط الله سبحانه و تعالی زندگی ما از اینم خوبتر با از نمیشه. الله خدا خواهد وسیع درگردونه.